Assalomu alaykum do'stoni aziz. Dar این ویدیو این دو فرمولای بنیهای مهم رو برای حاصله اثبات میکنم. حاصل ضربی دو فونکسیون او ضربی و برابر حاصله او ضربی و جمع او ضربی حاصله و تقسیمشون هم همچنین او حاصله ضربی و تری او و حاصله تقسیم و کوادرات. دوستانی عزیز، قاعده حاصله چی بود؟ f штрих от x برابر بود لیمیت دلتا x стремится к нулю fx جمع دلتا x طرح fx تقسیم دلتا x. یعنی که او x یو و حاصله برابر با x جمع دلتا x لیمیتی دلتا x مایل میکنه به نول او x جمع دلتا x ضرب و x جمع دلتا x طرح او x ضرب و x تقسیم دلتا x. اکنون چیکار میکنیم؟ این برابره با اگر دلتا x راضی بمونیم نول تقسیم نول میشه، نامعین میشه. برای همین باید ما کاری کنیم که یگان خیلی کرده اختصار کنیم. برای همین ما لیمیتی دلتا x حل میکنه به نول او x جمع دلتا x ضرب و x جمع دلتا x از این ما طرح میکنم او x ضرب و x جمع دلتا x و همینه جمع میکنم او x و x جمع دلتا x طرح او x و x تقسیم دلتا x. اینجا ما چی حاصل میکنیم؟ اگر و x جمع دلتا x رو برارم دلتا x مایل میکنه به نول میشود و x جمع دلتا x ضرب او x جمع دلتا x طرح او x تقسیم دلتا x. من اکنون جمع او ات x را از قوس میبرم میشود و x جمع دلتا x طرح و ات x تقسیم دلتا x. دوستان عزیز، ما میدانیم که او x جمع دلتا x طرح او x تقسیم دلتا x ای حاصله چی میشه؟ او شتریخ ات x و x جمع دلتا x باشه وقتی دلتا x به نول مونه مایل میکنه استفاده بریم میشد و ات x برای که دلتا x نولای ضرب او شتریخ ات x جمع او ات x ضرب و شتریخ ات x. اثبات شد یکم فرمولا. من اکنون دویم فرمولا را اثبات میکنیم. او تقسیم و برابر با او شتریخ و طرح یو و شتریخ تقسیم و کوادرات. دوستان عزیز، حل این مسئله بنویان مانند بر پیشینش است. مثلا او x جمع دلتا x تقسیم و x جمع دلتا x طرح او x تقسیم و x لیمیت دلتا x مایل میکنه به نول همین تقسیم دلتا x برابر با او x جمع دلتا x ضرب و x
طرح او ایکس ضرب و ایکس جمع دلتا ایکس لیمیت دلتا ایکس معلوم میکنه با 0. این تقسیم میشد با و ایکس ضرب و ایکس جمع دلتا ایکس با ضرب دلتا ایکس. اکنون دوستان عزیز ما در اینجا چی را علاوه میکنیم و طرح میکنیم؟ او ایکس جمع دلتا ایکس و ایکس ما طرح میکنیم او ات ایکس و ایکس جمع دلتا ایکس. او ایکس و ایکس طرح میکنیم و جمع میکنیم او ایکس و ایکس طرح او ایکس و ایکس جمع دلتا ایکس تقسیمی دلتا ایکس ضرب و ایکس ضرب و ایکس جمع دلتا ایکس. اکنون این برابر میشد با لیمیت دلتا ایکس معلوم میکنه با 0. ما و ایکس از قوس برورم و ایکس جمع دلتا ایکس طرح یو ایکس جمع از دیومینش اگر که یو ایکس برورم چی میشه؟ مینوس یو ایکس برورم میشد و ایکس جمع دلتا ایکس طرح و ایکس تقسیمی ben جدا نویسم تقسیمی دلتا ایکس ضرب و ایکس ضرب و ایکس جمع دلتا ایکس طرح دلتا طرح و ایکس جمع دلتا ایکس ضرب دلتا ایکس. دوستان عزیز اکنون ما میدونیم که این حاصله چی را میتیه؟ او شتریخ ایکس اینجا باشه این حاصله و شتریخ ایکس میده. آن دلتا ایکس همون مونده میتونیم برای که یگان چیز نمایانی یگان تا نمایانی نمیشه. برای می برابر میشه و ایکس ضرب او شتریخ ات ایکس تقسیمی فرد شاخله و ایکس ضرب و ایکس برای که دلتا ایکس 0 و ایکس کوادرات طرح او ایکس ضرب و شتریخ ایکس جوه برای میشد که او شتریخ و طرح او و شتریخ تقسیمی و کوادرات. سلامت باشین. یگان سوال باشه نویسین.